به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. رسیدیم به درس 21 از دوره آموزشی کتاب 4000 واژه ضروری در زبان انگلیسی. بریم سراغ اولین واژه‌مون. راستی دوستان، اگر پیشنهادی دارید برای بهتر کردن این درس ها توی کامنت ها حتما اعلام کنید و خب اگر پیشنهادی باشه که برای بنده قابل انجام باشه و یا زیاد سخت نباشه حتما اجرایش میکنم. بریم سراغ واژه اول. appear نیستا، به تلفظش دقت کنید. appear یعنی ظاهر شدن یا به نظر رسیدن. فرق این دوتا چیه؟ مثلا میگم طرف یهو جلوم ظاهر شد، اینجا میتونیم از واژه appear استفاده کنیم، فعل appear. یا میخوایم بگیم که طرف ناراحت به نظر میرسید، اینجا هم میتونیم از appear استفاده کنیم. اما برای اینکه خب فرقشون راحت‌تر فهمیده بشه، به جای appear توی این حالت، توی به نظر رسیدن، میتونید از واژه seem استفاده کنید. مثلا she seemed sad or she seemed to be sad. اون به نظر میرسید که ناراحته. اما اینجا حالا خب از واژه appear استفاده کرده. She appeared to be sad. She appeared to be sad. اون ناراحت به نظر میرسید. She was crying. چون داشت گریه میکرد. بله، ماشاءالله، نابغه. واژه بعدی بیس یعنی پایه. توی فارسی هم شاید استفاده شده باشه. مثلا میگن گرامرهای بیسیک یا مسائل پایه رو یاد بگیرید. بیس هم تقریبا همون معنی رو داره، اما اینجا یه حالت فیزیکی داره دیگه. توی این مثال The base is the bottom of something. به پایین یک چیزی میگن base. The base of the table has 3 legs. پایین میز یا پایه میز 4 تا پایه داره، 4 تا پا داره. یا شاید توی فیلم ها دیده باشید که مثلا یک سازمانیه، اون سازمان یه بیسی داره دیگه. خب یا مثلا یه مکان مخفی داره، به اونجا هم میگن بیس یا مرکز اون سازمان. به زیرزمین هم میگن بیسمنت، زیرزمین خونه ها، بیسمنت. خب واژه بعدی brain یعنی مغز، یک نونه. You must use your brain. تو باید از مغزت استفاده کنی. Use your brain یعنی از مغزت استفاده کن. To solve the problem. تا مشکل رو حل کنی. واژه بعدی career. به تلفظات دقت کنید دوستان. کریر نیست، کریر هم نیست. career. He was in the hospitality business for most of his career. خب اولا که معنی career میشه حرفه، پیشه یا شغل، یه چیزی که توش تخصص داری، یک مهارت. البته بیشتر مهارتی که خب شغلت باشه دیگه، کارت باشه. و در مورد این واژه the hospitality business، ببینید hospitality که میشه مهمان نوازی، ربطی به بیمارستان نداره ها. hospitality یعنی مهمان نوازی. این که میگه the hospitality business، داره میگه کریرش یا حرفش، پیشش مربوط به مهمان نوازی و مهمان داری بوده. حالا احتمالاً از تصویری که اینجا گذاشته فکر میکنم یک گارسونه، حالا توی کار مهمانداری و مسائل مربوط به همون هست. به این قسمت از جمله دقت کنید، قسمت آخرش most of his career یا for most of his career، داره میگه برای اون دورانی که کار میکرده. مثلا فرض کن طرف از 18 سالگی شروع کرده به کار تا 60 سالگی که بازنشسته شده. خب داره میگه برای بیشتر اون زمان یا بخش اعظمی از اون زمان، از 20 سالگی تا 60 سالگیش رو توی این کار بوده، توی هاسپیتالیتی بیزینس بوده که همون مهمان نوازی و شغل‌های مربوطه میشه. جمله یه مقدار پیشرفته‌ایه و ترجمه دقیق فارسی من براش پیدا نکردم. حالا دوستانی که توی ترجمه تخصص دارن، اگر دارن ویدیو رو میبینن، میتونن یه امتحانی بکنن این جمله رو. واژه بعدی clerk. واژه کلرک دو تا معنی رایج داره، دو تا معنی کلی داره. یکیش که میشه منشی، مثلا منشی یک آفیسی، یک شرکتی. یکیش هم که توی این مثال همون هست، میشه اون شخصی که توی فروشگاه به بقیه حالا کمک میکنه یا خریداشون رو بهشون رسیدگی میکنه. حالا اینجا توی تعریفش نوشته کلرک کسیه که توی فروشگاه به خریداران کمک میکنه. دیدیم مثلا میریم توی فروشگاه‌های بزرگ، یه نفر همش دنبالمونه، اما عکسی که اینجا گذاشته و مثالی که نوشته داره نشون میده که کلرک اونیه که پولو حساب میکنه. یعنی طرف خریدار رو میبره پیشش، بهشون رسیدگی میکنه، حالا کارت میکشه یا هر کاری که لازم هست رو انجام میده، که معنی دوم همین میشه، یعنی همون فروشنده توی فروشگاه. واژه بعدی effort یعنی تلاش. He always puts a lot of effort into his studies. خب یه فعل داریم اینجا، فعل چند بخشی. put effort یعنی تلاش کردن. حالا تلاش کردن در مورد یک چیزی هست. put effort into something یعنی برای یک چیزی یا در مورد یک چیزی تلاش کردن. puts a lot of effort into his studies. a lot of که میشه یه عالمه، خیلی. puts a lot of effort into his studies هم میشه کلی تلاش میکنه یا کلی زحمت میکشه برای مطالعاتش، برای درسش. خب he always اون همیشه و ادامه جمله که ترجمهش کردم براتون. واژه بعدی واژه enter هست. enter به معنای وارد شدنه.
Two guards greeted me as I entered the front door. Two guards، دو تا نگهبان یه مکان مثلا. Greeted me، به هم سلام کردن یا به هم خوش آمدگویی کردن. As I، وقتی که، خب این as به معنای وقتی که، هنگامی که هست. هنگامی که داشتم هنگامی که از در جلو وارد شدم. پس دو تا گارد، دو تا نگهبان به هم سلام کردن، خوش آمدگویی کردن وقتی که داشتم از در جلو وارد می شدم. Front door میشه در جلو. Excellent یعنی عالی، خیلی خوب. I got an excellent score on my school test. من یه نمره خیلی عالی، خیلی خوب گرفتم توی تست مدرسه. دقت کنید که داره میگه on my school test، نمیگه in my school test. برای تست بخوایم بگیم چه نمره گرفتیم از حرف اضافه on استفاده میکنیم. Hero میشه قهرمان، خیلی راحته، ولی مثالش متاسفانه خیلی سخته. To children، برای بچه ها. To اینجا به معنای برای هست، به معنای به نیست. برای بچه ها یا از نظر بچه ها. The man in the blue and red costume was a real hero. خب the man که میشه آقاه، in the blue and red costume. کاستوم میشه همین لباسای ابرقهرمانی یا لباسای سنتی که میپوشن، یا نمیدونم کاسپلی شنیدید یا نه، همون لباسایی که میپوشن ها بهشون میگن کاستوم، لباسای خاص، لباسای قهرمانی. مردی که توی کاستوم قرمز و آبی بود یک قهرمان واقعی بود از نظر بچه ها. To children. Hurry یعنی عجله کردن. شنیدی میگن I'm in a hurry. این هم حالت noun داره توی اون حالت، توی اون جمله، هم حالت وربی داره توی این جمله، حالت فعل داره. I'm in a hurry میشه عجله دارم. Hurry خودش به تنهایی فعله. I hurried home on my bike. من با عجله رفتم به سمت خونه روی دوچرخم، یا عجله کردم به سمت خونه با دوچرخم. با دوچرخه تونتون رفتم خونه. بخوام یه ترجمه ساده بگم. Inform یعنی اطلاع دادن یا گزارش کردن، همون اطلاع دادن بهتره. I called and informed her about my idea. من بهش زنگ زدم و بهش اطلاع دادم در مورد ایدم. این رسمیه. خب میتونست بگه I called her and told her about my idea، یکی بود. اما خب inform حالت رسمی داره، توی کتابات، توی موقعیت‌های رسمی ازش استفاده میشه. توی آیلتس هم که میدونید گاهن لازمه که از این جور واژه‌ها به جای واژه‌های بیسیک و ساده استفاده کنیم. Later یا later بعضی هم میگن. She missed the train. اون قطار رو از دست داد، یعنی ازش جا موند. So she'll arrive a little later than expected. پس یه مقدار دیرتر، یه کوچولو دیرتر میرسه از اون چیزی که انتظار میره ازش. خب than expected یعنی از اون چیزی که انتظار میره دیرتر میرسه دیگه. ادامه جمله اینجا آورده شده. Leave یعنی خارج شدن. دو تا leave داریم. L-I-V-E که میشه زندگی کردن. یه leave هم اینه یعنی خارج شدن. Leave. He packed his bag. کولش رو یا کیفش رو جمع جور کرد. Pack something یعنی یه چیزی رو جمع جور کردن، آماده کردن. And was ready to leave for home. و آماده بود که خارج بشه به سمت خونه. Leave for home یعنی اینکه اون مکانی که توش هست رو ازش خارج میشه، از اون مکان میاد بیرون، ترکش میکنه و میره به سمت خونه. خب نیازی نیست که بگیم کجا رو ترک میکنه، همین که داره میگه از اینجا میره و بعد از اون مقصدش رو نوشته. Leave for home. Locate یعنی جای یه چیزی رو مشخص کردن یا همون پیدا کردن خودمون میشه. این هم رسمیه. I could not locate my keys in the house. من نمیتونستم کلیدهام رو توی خونه پیدا کنم. شنیدین میگن لوکیشن از همین واژه در واقع برگرفته شده، یعنی لوکیشن چیزی رو مشخص کردن یا پیدا کردن. لوکیت یه همچین معنایی داره. Nurse یعنی پرستار، خیلی ساده. A nurse helped me get better. یک پرستار کمکم کرد. helped me. ببینید ما توی فارسی میگیم که به من کمک کرد یا میگیم کمکم کرد. خب اما توی انگلیسی دیگه به من کمک کرد نداریم، حرف اضافه بینش نیست. میگه help me or helped him, helped them. ببینید نمیگه helped to them. اینو من خیلی شنیدم که زبان آموزان فارسی زبان، اونایی که فارسی زبان مادرشونه، یه حرف اضافه اینجا میارن که اصلا لازم نیست. A nurse helped me get better. یک پرستار بهم کمک کرد بهتر بشم. و یه چیز دیگه، نیاز نیست اینجا از to استفاده کنید. خب برای فعل help اینطوریه. He helped me get better or she helped me get better. نمیگیم he helped me
to get better. گرچه اگرم استفاده کنید طرف متوجه منظورتون میشه، فقط اینکه رایج نیست. The operation on my arm was a success. operation میشه عمل، خب عمل پزشکی، اما سرجری هم میشه بهش گفت، بستگی داره دیگه چه جور عملی باشه. اگر عمل جراحی باشه که زخم کردن و باز کردن بدن در جریان باشه، بهتره که از سرجری استفاده بشه. operation یه مقدار عمومی تره. The operation on my arm، عمل دستم یا عملی که روی دستم انجام شد، was a success، یعنی یک موفقیت بود یا موفق بود. واژه بعدی pain هست، اینم یه واژه ساده ایه، نمیدونم کلی واژه سخت و رسمی میاره بعد اون وسط یه دونه واژه ساده میندازه. pain یعنی درد. His head was full of pain. full of pain یعنی پر از درد دیگه، یعنی دردناک. خب این که میگه his head was full of pain یعنی سرش درد میکرد، خیلی درد میکرد. refuse یعنی رد کردن، قبول نکردن، نگفتن. میتونیم خیلی راحت به جای این بگیم say no یعنی نگفتن، یا reject هم میشه گفت بجاش. The dog refused to play with the cat. هاپوه، چرا میگم هاپو؟ سگه، بچه که داشته باشه تو خونه همین میشه دیگه. سگه یا اون سگ قبول نکرد یا رد کرد که با گربه بازی کنه، یا پیشنهاد گربه برای بازی کردن رو رد کرد. واژه بعدی though. این رو فکر کنم قبلا توی مثالهای دیگه یاد دادم. نه اینو توی دوره 1001 شب یاد دادم، یادم رفته بود. معادل فارسیش میشه با وجود این که یا با این حال که، یه همچین حالتی داره. جمله رو بخونیم. So he was overweight, he liked to be active. با وجود این که اضافه وزن داشت، با وجود این که اون آقا اضافه وزن داشت، خوشش میومد که فعال باشه. یعنی وقتی میخواید دو تا جمله بگید و یکی از جمله ها برخلاف اون یکی یا باعث میشه که اون یکی تعجب آور به نظر بیاد، از این واژه استفاده میکنیم دیگه. مثلا طرف اضافه وزن داره و در عین حال از اکتیو بودن، از فعال بودن و اینور اونور رفتن خوشش میاد. مثلا عجیبه دیگه. So he was overweight, he liked to be active. Various یعنی مختلف، متنوع. She owned shoes of various styles. own یعنی داشتن، مالک بودن. She owned shoes. اون مالک یا صاحب کفش ها بود. خب همین یه تیکه رو بخوام ترجمه کنم. حالا shoes of various styles. استایل که میشه همون استایل دیگه، سبک. و معنی کلی جمله این میشه اون صاحب کفش های مختلفی بود یا کفش هایی با استایل های مختلف یا سبک های مختلف بود. این هم از آخرین واژه امروز. بریم یه تمرینی هم حل کنیم حالا که تا اینجا اومدیم. Write the word from the word bank that best fits each sentence. خب داره میگه که این جملات رو بخونید و جاهای خالی رو با یکی از این کلمات پر کنید دیگه. خلاصش این میشه. I went to the video store. من رفتم به مغازه ویدیو فروشی. نمیدونم اصلا همچین مغازه‌ای الان هست یا نه. رفتم به مغازه ویدیو فروشی دیشب. I wanted to جای خالی a DVD. جای خالی میشه blank، یادتونه؟ اینجا باید چی بذاریم؟ I wanted to what? I wanted to locate a DVD. خب تنها واژه‌ای که اینجا معنی میده و تنها فعلی که اینجا داریم، البته هری هم یک فعل اما توی حالت گذشته است، تنها فعلی که توی حالت پایه اینجا داریم واژه locate هست. دقت کنید وقتی میگیم I wanted to، بعد از این فعلمون باید اولا که حتما باید فعل بیاد و اینکه فعلمون توی حالت پایه باید بیاد، توی بیس فرمش باشه. I wanted to locate a DVD. رفتم به ویدیو فروشی و میخواستم که یک DVD پیدا کنم. واژه بعدی I didn't know the name of the movie. من اسم مووی یا سینمایی رو نمیدونستم. So I told the clerk what it was about. این در واقع یک متنه که همه جملاتش به همدیگه مربوطن دوستان. داره میگه رفتم به ویدیو فروشی دنبال یه دیویدی میگشتم. دیویدی هم خب احتمالاً یه فیلمی توش بوده دیگه. ولی این اسم فیلم رو نمیدونستم. پس به کلرک، به فروشنده گفتم که اون فیلم در مورد چی بود. مثلا فیلم رو یه مقدارشو دیده یا داستانشو شنیده، برای طرف تعریف کرد که اسم فیلمو بهش بگه و کمکش کنه پیدا کنه دیویدیشو. I told her there was a جای خالی who could fly and nothing caused him. بهش گفتم که توی فیلم‌ها، خب بهش گفتم که یه دونه قهرمان بود. There was a hero who could fly که میتونست پرواز کنه، شاید سوپرمنه. Who could fly and nothing caused him جای خالی. Nothing caused him pain فکر کنم. cause میشه سبب شدن. داره میگه هیچ چیزی هم باعث نمیشد که دردش بیاد. هیچ چیزی نمیتونست بهش درد وارد کنه یا آسیب بزنه. I told her there was a hero who could fly and nothing caused him pain. She went to the shelf and brought it to me. رفت به سمت قفسه، کلرکو میگه ها، خب رفت به سمت قفسه و برام اووردش. CD یا DVD رو در واقع برام اوورد. شلف میشه قفسه، جمعش هم میشه shelves. S H E L V
ES shelves جمعش میشه قفسه ها. And brought it to me. brought هم که گذشته برینگه. Then I جای خالی or blank home to watch it. خب دیگه فقط یه کلمه اومده hurried. Then I hurried home to watch it. بعدش با عجله رفتم خونه که تماشا کنم. خب دوستان این هم از جلسه امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت حتما بذارید که یه حمایتی از بنده بشه و به دوستانتون هم معرفی کنید که اونها هم از این مطالب استفاده کنن. خدا نگهدار تا جلسه بعدی از دوره 4000 واژه.